روبرتو کارلوس تو فوتبال به شوت‌های محکمش معروفه. ولی اون تو 5 نفر اول محکم‌ترین شوت‌های تاریخ هم نیست. آخر ویدیو بهت میگم چندمه. پنجمی استیو رید. با یه شوت 189 کیلومتری تو لیگ برتر انگلیس توپ رفت، دروازه رفت، گلر فقط نگاه کرد. شماره 4 شوت آریان روبن تو رئال به دورتموند. با 190 کیلومتر بر ساعت توپو کوبید به تو. با اون شوت ورزشگاه کاملا ساکت شد. نوبت میرسه به توپچی آلمانی لوکاس پودولسکی. 201 کیلومتر بر ساعت. با اون گل فاتحه استرالیا خونده شد. دومی هالش تو پورتو از روی ضربه ایستگاهی. هالش به زدن اینجور گلا معروفه. پاهاش انقدر قویه که وقتی شوت میزنه توپ پاره میشه. و صدر جدول یه غول ترکیه‌ای، هامی ماندیرالی. 266 کیلومتر بر ساعت. گلر بعد بازی گفته بود من منتظر بودم ضربه رو بزنه که دیدم توپ توی دروازه‌مه.